برنامه خبری و تحلیلی رادیو آزادی را من مومین احمدی پیشنهاد شما میکنم. سلام بیننده عزیز، امروز 26 دکبر است. سرخط خبرهای برنامه. دسترخوان سالی نوی در تاجیکستان. تاجران میگویند نرخ در بازارها مثل سالهای پیش بالا نرفته است. همین انار مود قیمت‌تر شد و خرما نشید انگور. دیگه میوه نغزه. روسیه گرفتن شهروندی این کشور به قزاقستانی ها را آسان کرد. مقامات روس با آنها چه شرط گذاشته است؟ دندان طلا دیگر مد نیست. دندان پزشکان میگویند جای آن را دندانهای صنعی، صدف و سیرکانی گرفته است. دندانهای سالم را آرام میکنیم و دندانهای صنعی میچسبانیم که با دندان خود طبیعی آدم نزدیک است. برنامه را با گزارشی از سنت پترزبورگ روسیه آغاز میکنیم. امروز در این شهر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میزبان نشست غیر رسمی سران کشورهای مشترک المنافع است. طاهری سفر در این باره گزارش دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که بعد آغاز جنگ در اوکراین در انزوای بین المللی قرار گرفته است، سران 7 کشور اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع را در سنت پترزبورگ استقبال گرفت. رهبران تاجیکستان و ازبکستان، ترکمنستان، ارمنستان و بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و آذربایجان برای گفتگوهای غیر رسمی با دعوت پوتین در آستانه سال نو میلادی در سنت پترزبورگ جمع آمدند. درباره جزئیات گفتگوی رهبران این کشورها که بعد از هم پاشیدن شوروی سابق یک سازمان مشترک را تأسیس دادند چیزی گفته نمی شود. ولادیمیر پوتین مهمانانش را به تماشای آثارخانه تسرسکای سلا، قرارگاه تاریخی امپراتورهای روسیه برد که برای تجلیل از سال نو میلادی آرایش دادند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم در این نشست حضور دارد. اعضای اتحاد کشورهای مشترک المنافع که زیر نفوذ روسیه است با وجودی به هم آمدن در یک اتحاد اختلافات عمیق نظر دارند و بارها با هم جنگ و مناقشه کردند. آذربایجان و ارمنستان تا کنون با هم دعوا و کشمکش دارند و تاجیکستان و قرقیزستان هم بعد مناقشه به تکرار بر سر قلمروهای بحث برانگیز مرزی تنها امسال از پیشرفت در مذاکرات برای حل مشکلاتشان خبر دادند. هنوز معلوم نیست طرفها در این ملاقات بغیر از همکاری‌ها دایر به کدام موضوعهای دیگر صحبت می‌کنند. تفصیلات بیشتر از نشست رهبران کشورهای مشترک المنافع در سامانه رادیو آزادی و نشرهای بعدی برنامه اخبار پیشکش می‌شود. سال 2023 هم نزدیک به پایان خود است. اکثر ساکنان تاجیکستان برای تجلیل از سال نو 2024 آمادگی می‌بینند. معمولاً پیش از هر عید و جشن‌ها در کشور نرخ مال و محصولات در بازارها تغییر می‌یابد. تا کجا در عرفه تجلیل از سال نو میلادی نرخ در بازار تغییر کرده است؟ همکاران براد یوسفی و علیشیر ظریفی در این باره گزارش تهیه کردند. 5 روز پیش از فرارسیدن جشن سال نو میلادی به فرق از سالهای گذشته نرخ اکثریت محصولات نیاز اولیه بالا نرفته است. تاجران میگویند با وجود در این روزها زیاد شدن طلبات به محصولات، نرخ مثل روزهای پیش باقی مانده است به جز از چند نمودی میوه. نرخ نو خیلی نغزه اوزی ارزونیه اوزی نرخ نو چه مای پوری نگیده امسال با خیلی نرخ نو ارزونتره مودا. این مقصد نمی سه و اینا مقصد محصولات را مو ارزونتر میگیره میسول. همین انار مود قیمت‌تر شد و خرما نشید انگور. دیگه میوه نغزه. توجه مردم زیاده، مقصد نظر با 3-4 روز پیشات یک سندسم تا 4 سومون ارزون شده نرخ تخم. اینا یا 30 سومون اکا، 35 سومون، یا 37 سومون اکا، یا 39 سوم. هر خیلی اکا. خریداران هم تصدیق کردند که حالا گرانشوی نرخ اکثر محصولات نیازی اولیه را احساس نمی‌کنند. گوشت حاضر 100 چابل 55 سوم. خب کارتشکا پیاز من این باشه دیگه 2.5 سوم 2 سوم. انا 4 سوم کارتشکا. خیلی کپوست 2 سوم 1 سوم. سبزی 1 سوم. از همه بهترین روز یکم جایی وای ندارد. امسال مشاهده قطعی بسیار خوب است. پس رفته نسبت سال گذشته. همه چیز هست. آدم‌ها خوشرو خرید دارند. سبزی، کارتشکا، پیاز، کپوست همه چیزا فرق میکنه نسبت پیش داره. مردم آزاد خریداری میکنن. بسیار نفس.
масъулони бозори меҳргони душанбе гуфтанд, барои мӯътадил нигоҳ доштани нархи бахусус маҳсулоти ниёзи аввалия ба чанд иқдом, аз ҷумла зиёд ворид кардани маҳсулот ба бозор даст задаанд. нархи наво айни ҳол нархи пештара ягон болоравӣ надорад, ҳамаш мақсад таҳти назорат аст. аз тарафи маъмурияти бозор ҳама ин мисол таҳти назорат гирифта шуда аз тарафи бозори меҳргон, аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ ҳамасола дар соли нави мелодӣ нархҳо ярмаркҳо ташкил карда мешавад. нарху наво таҳти назорат, мақсад ягон мушкилӣ нест. аммо бар асоси гузориши нави барномаи озуқаи Созмони Милали Муттаҳид ки нархи маҳсулот дар бозорҳои кишварро пайгирӣ мекунад, дар ҳафтаи сипаришшуда арзиши биринҷ 3%, тухм 4% боло рафтааст. тибқи арзёбии ин ниҳод, дар қисми зиёди бозорҳои шаҳру ноҳияҳо нархи миёнаи пиёз, картошка, сабзӣ ва карам аз 3 то 5% боло рафтааст. дар гузашта сокинони Тоҷикистон дар арафаи ҷашну иду маросимҳо аз афзоиши нархҳо гилла мекарданд. харидорон тоҷиронро гунаҳгор мекарданд ки бо истифода аз фурсат нархҳоро ба таври сунъӣ боло мебаранд, вале тоҷирон дар посух мегуфтанд, агар маҳсулоташонро бо нархи арзон фурӯшанд, зарар мебинанд. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چه حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. روزی 18 دکبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قراری را تصویب کرد که آن دریافت شهروندی روسیه برای قزاقستانی ها را آسان تر می کند. طبق این تغییرات دیگر شرط نیست که شهروندان قزاقستان امتحان تاریخ و اساسهای دولتداری روسیه را سپارند. فقط سطح دانستن زبان روسی آنها سنجیده می شود. کیومرسی عطا گزارش دارد. گرفتن شناسنامه روسی برای قزاقستانی ها در گذشته هم مشکل نبود، ولی اکنون باز هم آسان‌تر شد. طبق قرار نو، هر قزاقستانی می تواند که بعد از گرفتن اجازه اقامت دائمی یک بار امتحان زبان سپرده شهروند روسیه شود. با اطلاع رسمی، شماره قزاقستانی هایی که برای زندگی دائمی به روسیه می روند سال تا سال کم می شود. اگر در سال 2000 108,000 قزاقستانی به روسیه کوچیده بودند، سال گذشته این آمار همگی به 19,000 نفر برابر شده است. اما آسان شدن پیشنهاد شهروندی احتمال این روند را تغییر دهد. کارشناسان از افزایش فرار مغزها نگران هستند. گپ سر آن است که متخصصان بلند اختصاصی تکنیکی هستند که ضرورت به گرفتن شهروندی روسیه را ندارند، ولی روشن است که ساحه تکنیکی کشور با کمبود متخصصان مواجه است. در نوبت اول آنها هجرت خواهند کرد که در بازار مهنت روسیه کم و بیش رقابت پذیرند و طبیعی است که ما کادرهای باقی مانده را که این بخش را در کشور نگه می‌دارند از دست می‌دهیم. اقتصادشناس ارمن بیسنبایف به این است که برابری ختم جنگ در اوکراین روسیه به برقرار کردن اقتصادش شروع می‌کند و اگر یگان تغییرات بزرگ به مثل سقوط کشور یا جنگ شهروندی نشود، اقتصاد روسیه زود به وضع پیشینه خود برمیگردد. در این حالت قزاقستان را واقعا موج نوی مهاجرت تهدید میکند. روبل به قرب می شود، اقتصاد از رشد می ماند، مشکل می شود، ولی در هر صورت باید درک کرد که بازار روسیه یکی از پرداخت پذیرترین بازارهای کاری در کشورهای پساشوروی باقی می ماند. شما به یگان شکل نمی توانید پیش راه این روند را بگیرید. شهروندان نو بر روسیه نه تنها برای برقرارسازی حالت بعد جنگی بلکه برای خود جنگ هم لازمند. وضع در جنگ مسکو را مجبور کرده است که راه‌های نوی پر کردن ارتش را استفاده برد. در آخرین ماه اکتبر امسال کمیته تفتیشاتی روسیه پیشنهاد کرد تا مهاجرانی را که شناسنامه روسیه دارند و به جنگ رفتن نمی‌خواهند از شهروندی محروم کنند.
برنامه را با مطلب دیگر از دوشنبه ادامه میدهیم. داشتن دندان طلا در دوران شوروی مد بود و مردم تلاش میکردند که همچون نشان دارایی دندان طلا داشته باشند. دندان پزشکان میگویند دیگر چنین نیست و آنهایی که در گذشته دندان طلا داشتند دندانهای خود را عوض میکنند. همکارانم شهلای عبدالله و سروناز روح الله با ساکنان و دندان پزشکان صحبت کردند. شیرزاد برای نو کردن دندانهایش متل سیرکونی انتخاب کرده است. یک نوع متل گران ارزشی که حالا اکثرا برای دندان آن را برتری میدهند. او میگوید دندانهای طبیعی خودش دیگر درمان نشدند و 4 سال پیش به جای آنها دندانهای صنعی گذاشت. حالا میخواهد مثل دیگر جوانان دندانهای سفید و زیبا گذارد که چند سال اخیر مد شدند. فرفر. حاضر چی میخواهید کردن؟ حاضر سیرکون. زمانه دیگرش تازه پیشروی طلا که حسابی زیبی که مردم که طلا دوست می‌داشتن پیش طلا میکردن. از دیگه با زمانه که پیش با ترقیات همین از با همین زمانه ما همین سیرکون میگم سیرکون میکنن. دندانهای صدف و سیرکونی که به دندانهای طبیعی انسان مانند است میان ساکنان از جمله جوانان در تاجیکستان معمول می شود. هرچند آماری رسمی چنین نوع دندانها معلوم نیست ولی پزشکان میگویند که طلبگاران چنین متل گران ارزش زیاد است. بلاگرای زیادی که در سامانه ها میبینیم آنها میخوان دندانشون سفید شود و همین تندنسی حاضر به حد پیشرفتگی است. وینیر میگویند این رو مخصوص از متریال‌های پرس کرامیکا کرده می شود. بسیار میکنیم دندانهای سالم آرام میکنیم و دندانهای صنعی میچسبونیم که با دندان خود طبیعی آدم نزدیک است. دندانهای سفید و زیبا در حال مد میشوند که چند سال پیش دندان طلا همچنین طلبگارانی زیاد داشت. اما دیگر دندانهای طلا و جلودار ساکنان در خیابانها به نظر نمی رسد. خود دندان پزشکان هم میگویند دیگر مزاجان دندان طلا ندارند. این یکی از نشانه‌های بویگری بود یا اینکه چی بود نمیدونم، اما این کارها خطا بود همون وقت. این دندان‌هایی که مونده بودن همون سالها حاضر همش رو ما عوض میکنیم، دندان‌های نغز میمونیم، دندان‌های سفید میمونیم. مقصد اینقدر کنسترکسیون خوب نبود. دندان سالم گرفته عرق کرده برای فسانی خوشرویی میکردن، دندان عرق میکردن دندان سالم. سالهای 2010-12 باشد در شهر طلا علاقه از ما رفت، هیچ کی نمیکرد این کار دیگر. این دندان پزشک مشورت می‌دهد که بهتر است ساکنان دندان‌های طبیعی خود را احتیاط کنند تا نیاز به صنعی کردن آنها نماند. حالا یک دانه دندان صدف و سیرکونی وابسته به صفت از 50 تا 100 دلار آمریکایی قیمت دارند. این نرخ برای هر نفر دسترس نیست. از این خاطر گروهی هم وابسته به وضع مالیشان می‌خواهند دندان‌های ارزان پلاستیکی سفید مانند که از 80 تا 150 سومانی قیمت دارد. تقریباً 20 سال پیش نسبی دندان طلا در تاجیکستان زیاد بود. مد شده بود که اکثر دختران قبل از ازدواج حتی دندان‌های سالم خود را کنده به جایشان دندان‌های طلا می‌گذاشتند. حالا نسل آن زمان با گذشت وقت انتخاب دندان طلا را هوس بیش نمی‌دانند. کم موندگی. تماما از کم موندگی. رنگ پیشینه وارین چی نیست، ذوقمند نیستن آدم‌ها. این برای خوشرویی نیو مجبور شده بودیم. اون وقت خیلی سفید کم آدم‌ها می‌موندن. لیکن داشتم بعد گرفته سفید کردیم. با سلامتی کم در فایده دارد میگن. حالا برعکس صاحبان دندان‌های طلا نفران دارا و زمانوی دانسته نمی‌شوند. عوض دندان طلا پس از یک انتقاد پرزیدنت شروع شد. پس از این نهادهای دولتی به کارمندانشان تاکید می‌کردند که دیگر دندان طلا نداشته باشند. دندان پزشکان میگویند سالهای آخر ساکنان دندانهای طبیعی خود را احتیاط میکنند و حد امکان میخواهند دندانهای صنعیشان هم از دندانهای طبیعی فرق نکند. پزشکان دندان عزت امان حامی زندانی مهاجران را در دوشنبه جراحی کردند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان خبر داد که جراحی روز 25 دکبر امسال خوب گذشت و با او خبر دادند که خطر به سلامتی پدرش جای ندارد. با گفته او پدرش را دوباره در اتاق محبس جای کردند. سپاس که برنامه ما را تماشا کردید. خبر و عکس و ویدیوی بیشتر را شما از سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و یوتیوب و تیک تاک پیگیری کنید. خدا نگهدار.